استادای گرانقدر، شما والدین مهربان و شاگردای عزیز، شاگردای نخبه ما، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار خوش هستیم که با هم یک جا در یک محفل قرار داریم که در اونجا ما شاگردای عزیز خود را، نوجوانان عزیز خود را، آینده سازای افغانستان خود را و در حقیقت آینده افغانستان خود را تقدیر میکنیم، تشویق میکنیم. اینها کسایی بودند که توانستند با نمرات عالی، با کسب نمرات عالی و درجات عالی از یک صنف به صنف دیگر موفقانه ارتقا نماید، کامیاب شوند. جا دارد به خودشان، به شما والدین عزیز، به خانوادهشان، به همهشان مبارک بگویم. طول تدی مبارک بگیم. محترم والدین و زمان محفل ننده تشویق و ترغیب و برنامه ده او دا محفل ده دې په خاطر ده چې موږ تشکري وکړو په خاص ډول د خپلو شاګردانو نه چې زیات زحمت یې تېر کړی او خصوصا تاسو را از شما بسیار تشکر میکنیم. شما والدین نخبه ما هستید و در حقیقت والدین فعال هستید. ما در لیسه با دو قسم والدین روبرو میشیم. یک قسم والدین است که یا یک تعداد والدین هستند که اونها را ما زیاد فعال گفته نمی‌کنیم در مقابل اولادایشان. اونها کسایی هستند که وقتی ما برایشان یگان مغزنگ میزنیم که این طفل شما زیاد درس نمیخواند، در خانه کار خانگی انجام نمیده، وظیفه خانگی که برایشان میدیم امور خوب درست انجام نمیده. شما امرای ما لطف کنین و اینمی موضوع را تحقیق بکنین، در خانه همین توجهتان داشته باشین که در دایری یا در کتاب کار خانگی کدام موضوعی که از طرف اداره برای اولاد شما داده میشه با اونمو یک توجه بکنین و اونمو را امرای اولادتان تحقیق بکنین که همون کار خانگی را خوب انجام بده. و یک چند بار برای ما خوب میگن، یک دو سه بار دیگه که مسئول از اینجا برایشان زنگ میزنه چون وقت تعقیب نکنیم. یک نفر که دو بار کار خانگی نبیاره با خود شاگردان تشویق میکنیم و خانوادهش در جریان میمانیم، چون کار خانگی وظیفه خانگی است، یعنی به این معنی یک کاری است که در خانه باید انجام شود. باز بار دیگه که برای زنگ میزنیم باز کمی قار میشن، میگن که شما زیاد زنگ نزنید برای ما که میتونستیم برسانیم یاد بتیم، برای شما چه روان میکنیم؟ این وظیفه شما هست، دیگه برای ما زنگ نزن. باز دوست ما را میگفتیم کار ما خیر است، باز به یک طریقه بخواییده صحبت کن، بلند نرم صحبت کن، یه رو بفهمون. باز که زنگ میزد باز میگفت شما رو نگفتیم ما را زنگ نزنید، باز زنگ نزد. باز یک تعداد والدینی بودن که اونها که نامخ اگر زنگ رو میزدیم بسیار خوب جواب میداد، میخواستیم اینجا بسیار خوب میامد، خودشان میامدن که اولاد چطور است آمدنش و رفتنش و درس خواندنش. و از کلش مهمی که با وجود تمام مشکلات و مسئولیت‌های زندگیش شبانه برای اولاد خود وقت میداد. و وقتی که خانه میامد و ماشاءالله مادرای بسیار قهرمان و فعال داشتن. اینها شاگردایمون که وقتی خانه میرفتن هم پدر هم مادر هر دویشان یک توجه خوب میکردن. ماشاءالله میگفتن که کار خانگی تا بکش. کدام درس امروز براتون استاد داده که در خانه درس بخوان. باز نتیجه از یا دقیقاً همین نتیجه هستن که امروز ما شاگردایشان را در بین 25 نفر و 30 نفر تقدیر میکنیم و تشویقش میکنیم. چقدر یک کار خانگی رول دارد، چقدر این مهم است. والدین عزیز به شما بهتر معلوم است که وقتی شاگرد مکتب میآید بدون شک مکتب برایشان معلم داره، سرمعلم داره، کنترلر داره، استاد تقریبی داره، تمام موضوعات داره و وظیفه شما هم است دقیقاً که باید یاد بتن و یاد هم میتن و کل صنف یاد میتن. اما یاد دادن با پخته کردن، با کامپیوتری ساختن این مشکل است، فرق میکنه. والدین بهشان توقع دارند که اولاد در مکتب آمد باید به اولاد اینمی درس کامپیوتری هم شود و اینمی در مکتب باید ذهن‌نشین هم شود، پخته هم شود، در حالی که نمیشه. علمای پداگوژی میگن که مکتب دوری هستند که هر یک ساعت بعد مضمون بدل میشه. در یک ساعت استاد
با تمام کوشش‌های خود میتونن که مضمون برش یاد بدن، موضوع رو برش یاد بدن، انتقال بدن برای شاگرد. اما نمیتونن او را ذهن نشین بکنن. این شاگرد میبره خانه، چون هر یک سال بعد یک مضمون دیگه میاد، یک استاد دیگه میاد. باز این شاگرد میبره خانه. در خانه باز این کار خانگی، فعالیت خانگی، فعالیت صنفی، وظیفه خانگی به خاطر از این است که اونجا میره پرکتیس بکنن. و خانه یک جایی است که اما از نگاه لیمیتد تایم بسیار زیاد است. فرض مثال اینجا برای ما اگر 4 ساعت است، در خانه باید 20 ساعت است. شاگرد بسیار و مغز آرام، هم چای نوشیجان میکنن، هم نان نوشیجان میکنن، هم کمی تفریح میکنن، بعد از اون میرن سر کتاب میشینن و با یک فضای بسیار آزاد نظر به اینکه در صنف باشن. همین درسای خود امو یاد گرفتگی خود پختکاری میکنن، ذهن نشین میکنن و اونو کار هدایتی که استاد برش داده برای کار خانگی امو رو خوبتر انجام میدن. این نیست که اینجا می درسا کلش ذهن نشین میشه. وقتی ذهن نشین شود که شاگرد فردا نخبه میشه. یعنی اینجایی که میآیند هم با درس روزمره خود قوی است، هم فردایی که میآیند طبیعت درسی رقم است که اگر درس امروز خواندی خوب یاد گرفتی، فردا درس برات بسیار آسان میشه. با اون سختی که دیروز میخواندی دیگه با آسانی میخوانی. آستا آسان میشه. یک وقتی مکتب خواندن بسیار آسان میشه. و اگر یک درس نفهمیدی، 2 درس نفهمیدی یا درس از مکتب بردی در خانه ذهن نشین نکردی، این درس مهمان میباشد. 20 روز تا 25 روز امرایت میباشه دیگه ای میره. دیگه موضوع میاد. میفته از ذهنت. وقتی که گفته یک چند روز بعدی که تمرین میرسه، امتحان میرسه، 4 ماه میرسه، وقتی میبینی که یک بار هم چیزها از یادت رفته. کتابو باز میکنم، میخوانم باز خویش میبره، دلش تنگ میشه برش خاطر که سختی میکنه، گرنگی میکنه کتاب. اون روز که شاگرد هم دلسرد میشه، حتی از تعلیم و مکتب دلسرد میشه، هم اون وقتی که اینجا برای ما داده، هم اون پولی که سر خود زحمت مصرف میکنن، امو والدین عزیز که برای بالایشان سرمایه گذاری میکنن، تقریبا زیادش هدر میندازن. جای خوبی نمیگیرن. جای خوب از اون سرمایه گذاری و از اون زحماتی میگیرن که برای اولادای خود شما وارد زحمت بکشن. در کل تعلیم کمک میکنن. در کل مردمای با تعلیم با مردمای بی تعلیم متفاوت است. این قول خداوند متعال است که مردمای با تعلیم با مردمای بی تعلیم متفاوت هستند. زندگیشان، کارشان، کارکردگیشان، اهمیتشان، مسئولیتشان به جامعه همش فرق میکنن. اما در مابین از اینها کسایی که باز نخبه است، اونها بسیار متفاوت هستند. نخبه صرف ما که امروز ما تقدیرش میکنیم، شما میفهمین اینها نخبه فردای پنتون هستند. و 20% 92% و 96% این مردم ها باز میرن صرف پنتون. ماشاءالله باز صرف پنتون بهترین درس میخوانند. استاد که کمی موضوع را اشاره بده، این طرح را گپش رسیده، بسیار زحمت کار ندارد. بالای درس همیشه حاکم می باشد. بالای پنتون خواندن همیشه قوی و حاکم می باشد. بسیار به شوق و به علاقه می خواند، به خاطر که قوی می باشد بالای پنتون خواندن. وقتی که استاد میگه کی تشریح میکنه، این نفر اول می باشد دست بالا میکنه، میگه ما استاد تشریح میکنم. وقتی که موضوع کار عملی باشه بهترین تشریح میکنن، کار عملی میکنن، میفهمند که همین موضوعات درس‌های مسلکی که در پنتون است، شما بهتر میفهمید که در دور مکتب درس‌های تعلیمی است، یعنی در اینجا ابتدایی و آمادگی هستند. بیس جور میکنن، اساس جور میکنن. مثلا یک نفر اگه دکتر میشه اساس از اینجا جور میکنن، کیمیا و بیولوژی نمیخوانن. اگه انجینر میشه فیزیک، هندسه، مثلثات از اینجا اساس جور میکنن. اما دور پنتون باز درس‌های مسلکی هستند. اونجا مسلک یاد میگیرن. یک نفر قاضی میشه، یک نفر سنانوال، یک نفر دکتر، یک نفر انجینر، یک نفر مهندس، یک نفر اقتصاددان، تکنولوژی و فلان و تمام مسلک‌ها باز در پنتون هستند. باز درس‌های مسلکی بهترین این مردم اونجا یاد میگیرن. استادان بسیار راحت و اداره بسیار راحت، خود محصلان بسیار راحت. در اونجا بهترین نمرات را کسب میکنن. اونجا باز محصل نخبه میشن اینها. پس فردا که باز مرحله سوم زندگی یک انسان است که او خدمات به جامعه است یا مصدر خدمت به جامعه میشن، میرن و
جامعه تقدیم میشن. جوانایی که فعلا اینجا ششتن، اینها 20 سال 10 سال 15 سال بعد اینها میرن به جامعه کار میکنن. با شما باز تقاعد میشین یا نمی باشین، اینها باز مسئولین میباشن اینجا. یک نفر وزیر است، یک نفر در یک اداره رئیس است، یک نفر در یک اداره پاچا است، یک نفر رئیس الوزراء است. میبینی که از اینمی مردم ها اینمی رهبرا و پالیسی سازا و آینده سازا و کنترلرها جور میشن. اینها باز کسایی میباشن که در بین از ادارات خود بهترین کارکردگی میکنن. در مکتب هم نخبه بود، در پانتون معاصر نخبه بود. در وظیفه باز کارکردگی ازی باز با کارکردگی دیگه کارمندان بسیار متفاوت است، چون توانایی‌های بسیار بلند است. اینها بهترین درس خواندن، اینها ایدهشان بسیار درخشان هستند. بخواهی نخواهی در بین کارمندای خود اینها توانا می باشند. و طبیعت ادارات رقم است که کارفرما همیشه می‌بینند که در بین کارمندایش کی توانایی بلند دارند، کی زیاد می‌فهمند، سری کی زیاد حساب میشن. با سر کسی که زیاد حساب میشن امور زیاد مسئولیت میدن. میگه والا اینجا یک بست بالا ضرورت است، مدیریت خالی است، ریاست خالی است، آمریت خالی است، وزارت خالی است. شما را ما بسیار توانا میبینم، شما باید در این همراه ما کار شد. خودش خبر نه اداره برای شرکت کار میکنه. یعنی اینها باز پس فردا در مرحله سوم زندگی خود بخواهی نخواهی اینها مسئولین میشن. اینها ایده بسیار درخشان دارند و اینها امو مردمایی هستند که امی جامعه ما زیاد توقع برای از یاد دارند که وطن ما را جور میکنند. اینها به خاطر ازی که هر یکی ازی یک اداره را در دست میگیرن و در حقیقت چندین اداره باز متشکل از ادارات کلی یا مجموعی یا کشور ما میشن، در حقیقت وطن ما را جور میکنند. یک پالیسی جامعه جور میکنند، یکیش در طب جور میکنند، یکیش در اقتصاد خواننده جور میکنن، یکیش تکنولوژی جور میکنه، یکیش دیگه باشه. اینمی مردم ها باز مردم های بسیار مفید جامعه میشن. اینها ما را از تمام بیچارگی ها باز خلاص میکنن، از تمام بدبختی ها خلاص میکنن. اگر بیچارگی صحی است، اقتصادی است، صنعتی است، تکنولوژی است و غیره و غیره و غیره، هر چیزی که هست از همهش خلاص میکنن. سریعی ها باز حساب میشن، خاطر که اینها توانایی بسیار بلند دارن. مردمایی که امروز کشور پیشرفته دارند، ترقی پیشرفته دارند و به خود حساب میکنن و ما هم سرشان حساب میکنیم، به شکلی است. اگر رشدشان رو میبینیم، اگر تکنولوژیشان رو میبینیم، اگر اقتصادشان رو میبینیم، اگر وضعیت صحتشان رو میبینیم، بدون شک بسیار پیشرفته هستند. اونها دوا جور میکنن، وسایل طبی جور میکنن، واکسینات جور میکنن، مرض که نبر آمده باشه اون تداویش جور میکنن. ما بیچاره هستیم، یک عالم تداوی ها رو تا حال در افغانستان هم کرده نمیتونیم. میریم به یک ممالک دیگه، اگر در غیر از اون بیچاره رو از دست میتیم در افغانستان فوت میشه. یا مثلا وضع اقتصادی که جور نمیشه، به این معنی که وضع اقتصادی ما بسیار جور نیست، باید جور شود، باید روزمزد ما بلند برن، باید فقر از بین برن. اینهایی که در بیرون همین رقم ممالک دارن، اونها شما و والدین قهرمان داشتن، دست به دست دادن، بالای اولادای خود تعلیم کردن، تحصیل کردن. ما یک نواقص داریم، یک مشکل داریم و در این همیشه ما بسیار خفه میشیم. بسیار شاگرد نخبه ما میباشد، بسیار شاگرد لایق ما میباشد. 12 سال اول نمره، دوم نمره، سوم نمره میباشد. وقتی که از این 12 فارغ میشن، اسناد خود از 12 نگرفته میباشه، اینجا یکان وقت که ما میبینیم چطور هستی، خوب هستی، کدوم پنزه میخونی، چی میشی دایده، کدوم بخش انتخاب کردی، در کدام بخش میخواهی که تخصص کنی، پی‌اچ‌دی کنی، ماستری کنی. والا میگه من خطر خوب میخوایم خارج برم، کوشش میکنم یک راه را پیدا کنم، کوشش میکنم یک قاچاقبر را پیدا کنم، کوشش میکنم این رقم. اینمی ما را آزار میده، اینمی ما خفه میشیم. ما در حقیقت یک فرار مغزی اینجا میدیم. ما بسیار یک نخبه قوی که او میتونن درد دیرینی ما را دوا بکنن، ما سرشان حساب بکنیم، اونو از دست ما میره اینجا. میره بسیار راه سخت، میره بسیار مشکلات سخت، در یک مملکت دیگه میره، باز اول رسیدنش بسیار با مشکل، باز اونجا کارش در کل امور بسیار با مشکل. در دکان کار میکنه، در هتل کار میکنه. در حقیقت باید یک دکتر میبود، این باید یک پیلوت میبود، این باید یک تکنولوژیست میبود، این باید یک سیستما را جور میکرد برای ما اینجا. ما را از مشکلات وطن خلاص میکرد، مشکلات ما را کم میکرد از وطن ما. اما ایران
وقتی از دست ما رفت مردم بیچاره میمانند. مردم بیچاره خود نمیتونن پالیسی جور کنن، نمیتونن درون جور کنن، نمیتونن اقتصاد جور کنن، پالیسی خوب جور کنن. اینها میتونن که این سیستم فعلی را یا اداره فعلی را یک رقم روان کنن که نه مرده باشه نه زنده، مثلا نامش اداره باشه. اما این وطن جور کردن کار دارد، این سیالی کردن با دیگه ممالک کار دارد. اینها باز میتونن، ما این میار از دست میدیم. علت اولیش اینه باشن که وقتی یک جوان در سن 17 18 19 20 تا 25 میرسه، طبیعی امی مغزی از این هارت ماینینگ میشه، مغزش گرم میشه، گرم مغز میشه. هر روز با پدر میشینن که پدر جان امی غریبی چی وقت خلاص میشه، ما چی وقت باید سر پای شویم، چی رقم زودتر پول پیدا بکنیم. زیاد کلپنا میزنن، زیاد تصور میکنن که مثلا امی ده 1 سال، ده 2 سال، ده 3 سال باید یه آدم میلیونر شود، باید زودتر سر پای شود، باید زودتر پیسه دار شود. یگان وقت چرتا میزنن پیش از خوف که ببرد به استراحت، پیش از اینکه به استراحت برد، از استراحت که از خوف بیدار میشن، پیش از اینکه برد به طرف نماز یک 5 دقیقه 10 دقیقه یک کلپنا میزنن. حتی یگان وقت تو چرتای عجیبه میزنه که اگر برایم یک بوجی پولی باشه، برایم یک خزانه باشه، از بس که مغزش بسیار عجله‌ای میشه، در وقت بسیار هاٹ میشن، گرم میشن که دفعتاً باید زودتر شود. در حالی که زندگی رقم نیست. شما هر تجار ببینید، شما هر پیسه دار ببینید، شما هر متخصص ببینید، شما هر دکتر قوی دنیا رو ببینید، انجینر قوی دنیا رو ببینید، اونها یک جایی نشدن. اونها استا با استا رفتن اونجا. اونها لیسانس خواندن، ماستری خواندن، دکترا خواندن، بعد از اون کار کردن. بعد از یک 15 سال کار اونها یک زندگی متفاوت دارن. اونها باز در جامعه کسایی هستن که برایشان حساب میشن. او جوان تو 2 سال چرا میخوایی میرکن؟ تو اشتباه میکنی. اونها از پدر خدا به تکلیف میکنن، مادر خدا به تکلیف میکنن. هر روز برش میگن که من روان کن. پدر و مادر خدا ذهنش تغییر میده، یا مجبورش میکنن، یا به رضایتش یا بعد رضایت آدم میرسه. اینمی ما کلان اشتباه میکنیم. عمده دلیلی پس ماندن ما مندی هستن. برو و بورسیا برو، بهترین درس بخوان و بورسیا برو. اگر پدرت میگه که والا نه من قاچاقی میرم باز اونجا و درس بخونم و واپس به وطن خود میام، نمیشه. تو در 4 سال اونجا قبولی نمیگیری، با 4 سال بعد اینقدر مشکلات پشت دست، باز اونجا کسی تو رو باز فهمتون نمیشامل نمیکنه، باز تو باید در خانه پول روان کنی، مجبور و مکلف کسی کارش قبول کنی. خیلی سر کو رشته زندگی تغییر دادی، سیستم زندگی تغییر دادی. در حالی که تو باید بالای قلم کار میکنی، در حالی که تو باید وطن ما را جور میکنی، تو باید وطن ما را جور کنی. خیلی بیاین کمی حوصله من شوید. من هم شما یک متعلم بودم. تو خوب از خانه زمکریان است، خانه پخته داری، واسکیل که بخوای پدرت در 1 سال برات میخره. ما باور کن پس با روزها با پدر خود میگفتیم یک واسکیل با ما بی که بسیار دور است که پدر بریم با مکتب. باز واسکیل پیدا نمیشد. بعد از اون باز در وقت محصولین بیچاره که میباشه، نه محصول هم یک آدم بیچاره میباشه. باور کنید زیاد برش میگفتیم با ما یک دانه موتورسایکل شود که بسته از یک روزوالی به شهر می آمدیم که باید ما پانتون میخواندیم. بسیار به سختی برای ما موتورسایکل میخرید. باور کنید در شهر که ما خانه مردم میدیدیم میگفتیم یک خانه سیمنتی داشته باشیم چقدر خوب است، یک کانکریتی یک منزل هم باشه خوب است. هر خانه مردم که میدیدیم خوشی ما میآمد. بلند که میدیدیم تصورش هم نمیکردیم. اما حالت آمد، باز مسئولیت ما هم بسیار سخت بود. وقت پرتون رفتیم بیخی تنها شدم، مادرجان شهید شد، خانواده شد، در مشکلات. اما یک ترگیت ماندیم و مادرجان هم تکلیف بود گفتی باید درس در دکترا برسانی. امی نتیجه درس که علومت معلوم میشه. درس بخوان. در بین امی ماستری و دکترا هم وظیفه میکردم. اما خود رساندیم وقتی آمد که ماش میگرفتیم بسیار خوب، 8000 و 9000 دلار رو ماش میگرفتیم. حالا مردم از در افغانستان دکتر خوب شما پسند کنیم بریم برشان بگیم شما دکترایی که متخصص است، قوی است، سرپا است، قوی از فیزیکی نه، قوی از تعلیم، از تحصیل، قوی از مسلکش. بگو ما چند ماش میگیریم. انجینری که پی اچ دی داشته باشه در افغانستان پسند کنیم 4-5 دانه است. بگو شما ماهانه چند ماش دارید. همین رقم تکنولوژی و غیره شما پسند کنید.
کمترین از 10-15 لک افغانی کم نیست، از 10 لک هیچ معاهد ماهانش کم نیست. کدام مملکت تو 10 لک افغان ماهانه پیدا میکنی؟ ما اونمو بود باز اساس هم پول جور کردیم، باز مکتب جور کردیم، پانتون جور کردیم و پانتونا شد و مکتب ها شد و ماشاءالله خانه ها شد، در افغانستان حجی هم در بیرون ها شد. میشه زندگی همون رفتن پیش نه. یک وقت میشه که هم باز خورما کسب میکنی، هم باز ثواب میکنی و هم به جامعه بسیار قوی خدمت میکنی. هر یکی تان میتونید. یعنی اینو به خاطر ازی گفتم که شما باید بفهمید که هیچ چیز از پدری نمیشه. ولا از پدر اگر پیسه‌دار نبودی پیسه‌دار نمیشی. ولا اگر پدر برای هر چیز مهیا نکرد تو نمیتونی. تو بسیار از نقطه صفری میتونی. 100% میتونی. ما هم قضیات قوی تکړه نیستیم و موفق نیستیم، اما از مکه بسیار موفق در ما بشناسم بسیار افغانای دیگه ما خارجی ها که همه‌شان خودشان زندگی خودشان جور کردن. هیچ نه پدر برای شروع کردن، نه فامیل برای شروع کردن، نه کس دیگر. از صفر شروع کردن اما حوصله‌مند بودن. به حوصله نمیشن. ما جوانای به حوصله را امروز یاد داریم. امید ما همی است، تقاضای ما شما همی هستن که کمی حوصله کنیم. هر چیز تدریجی میآید. یک دم متخصص قوی نمیشیم امروز. یک دم امروز دکترا نمیگیری. تو باید لیسانس بخونی، تو باید ماستری بخونی. زندگی پیش میره. امروز کم وظیفه‌ام پیش میره. امروز کم کارم میکنی. اما یک روز تو پیشدی را کسب میکنی. یک روز تو متخصص میشی. یک روز تو دکتر میشی. بخوایی نخوایی باز تو بسیار خوب طرح و پالیسی ها را به خود جور کرده میتونی و مملکت خود جور کرده میتونی. از تو یک آدم بسیار قوی جور میشه. یک شخصی جور میشه که نه تنها خیرت به خانواده خود برسد، به تمام کشور میرسد، به جامعه میرسد، به مردم میرسد. هم ثواب، هم خرما، هم زندگی خوب، هم راحت، هم با عزت. خیلی کمی حوصله کنید. دویش غلط است، رفتن غلط است. برو با درس برو. از اینجا برسی را پیدا کردی، ما اینو می‌نویسیم، ما براتون ریکامندیشن میدیم. با فارغای ما از این روز ریکامندیشن ما میدیم. هر کس که هر جای برسی را پیدا میکنه، ما ریکامندش میکنیم که ما دو ریکامندیشن تا نوشته میکنیم که ما مطالعه بسیار خوبی ما بود. 12 سال خاطره بسیار خوبی داریم از پیشش. تضمینش میکنیم. بهترین بچه است. درس خوب میخونه، اخلاق بسیار خوب داره. این ما بسیار کمک به شما میکنه. اما به درس برو و با این وطن وعده کن که پس میاییم و به این وطن کار میکنم، خدمت میکنم. زیادی هموطنهای ما میره و شاید از تخصص ملکا میکنن و پس نمیه. میگه اولا اینجا جنگ است، فلان است، بستان است. خود برای کی جور کنه ایره؟ این وطن جور کردن کار داره. والله جورم میشه. بسیار کم کار داره. الحمدلله ما قرضدار نیستیم. ما کدام مشکل کبیر نداریم. بسیار خوب معدن‌ها داریم. بسیار خوب منابع طبیعی داریم. ما میتونیم 2-3 معدن بکشیم، کل مشکل افغانستان حل کنیم سرش. جوانای ما بسیار قوی است، ذهن شق فعال است، قوی است. میگم مخبیر ممالک دیگه کم درس میتونم در پانتونو. بهترین ذهن افغان داره، بهترین ذهن معاصر افغان داره. باور کنیم که این نه نیشه است، نه گنگس است، نه تشویشی است. 5 وقت نماز میخوانه، کل سکون داره. با وجود کل مشکلات هم که چقدر مشکلات اقتصادی تیر کرده و چقدر تکلیفات تیر کرده، بازم سکونش بسیار خوبش است. الحمدلله مسلمان هستیم، مسلمان بسیار خوب سکون داره. این جوان ما بهترین آخیزه داره، بهترین ذهن داره، بهترین درس خوب یاد میگیره. کمی حوصله کنیم، انشاءالله رحمان این وطن همین جوانها جور میکنن و بالای اولادای خود حتما تحصیل بکنن. این 100% تا 12 سال که زحمت کشیدی، 1 4 5 6 سال دیگه هم زحمت بکش. تو ایده اولادت ببینی. یک موضوع اخیری رو میخوایم به شما بگم که ما زمستان پیش رو داریم و در زمستان 3 ماه یک وقفه میآید. در این وقفه خواهش ما شمایی هستند که با اولادایتان کتابا بگیرید و در خانه امروز کتابا اولادت نزدیک نگاه کنید. امروز می درس خواندنش که در طول سال خواندن، امروز از اون کتابا هم نزدیک نگاهش کنید. مثلا ما برایشان 3 برنامه کامپیوتر یاد دادیم. بهار که میاد
یک یا دو دانش در ذهن می باشه، یک دو دانه یا یک و نیم دانش فراموش میکنن. با ما بسیار سخت است مجبور رو مرور کنیم اینجا وقت ما رو میگیره که تا برنامه نو برای شروع میکنیم. مثلا اگر 20 سوره رو برای یاد دادیم 10 دانه 5 دانش یاد میبره، باز اینجا ما تکرار میکنیم. همین رقم اگر 10 فرمول برای ریاضی یاد دادیم 5 دانش فراموش میکنن. خیلی بیان فراموشی باید زمینه فراموشی درس‌ها و موضوعات برایشان مساعد نشود، برعکس با ما کمک شویم. درس حتی سال آینده شکلش تکرار کنیم. کورس‌ها یک عالم از ماشاءالله 4 دوباره روان کنیم به کورس‌ها، روان کنیم به مکتب‌های زمستانی. واسه توانت نمیرسه در خانه برش زمینه از این بساز که بچه بگو روز 1 ساعت حتما نمی درس بخوان. برای من نشان بده که چی خواندی تا امی بچه تا امی دخترک امروی درس‌ها نزدیک باشن. وقفا نبیاین که باز ما را پس رو تاثیر بسازن و ما باز نتونیم اون پروگرام خود خوب سرشان تطبیق کنیم. در غیر از اون برنامه ما را اینجا مختل میکنن. ما باز به عمل مجبور بر یک نیم ما برای از اینها تکرار کنیم، درس‌ها را کمی معطل کنیم، کمی سلو کنیم و پس به ماهای بعدی که را تقسیم میکنیم. بوج میارمانه شاگرد باز خوب برنامه تطبیق نمیشه. خیلی خوب است که در زمستان یک استفاده خوبتر شود از پیشان. و خیر و سلامت باشین. با امید یک افغانستان آزاد، آباد و باصلح. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.